اطلاعات بسیار مهمی درباره مبردها ارائه میشیم که تمام اطلاعات فنی و داکیومنت‌های بیتسر در مورد مبردها در اون قرار گرفته که ما چطور از رفریجرنت ریپورت برای بررسی مبردها استفاده بکنیم، حد اکثر و حداقل دمای محدوده کاربرد اون مبرد، روغن پیشنهادی، روغن جایگزین. سلام دوستان، خوش اومدین به قسمت دوم آموزش نرم افزار انتخاب محصول بیتسر. امیدوارم قسمت قبلی براتون مفید بوده باشه. امروز قراره به بررسی بخش اول این نرم افزار بپردازیم. این بخش اطلاعات بسیار مهمی درباره مبردها ارائه میده، از جمله ویژگی‌های فیزیکی، نحوه عملکرد در شرایط مختلف و تأثیرات زیست محیطی و غیره. با هم بررسی می‌کنیم که چطور میتونیم این اطلاعات رو استخراج کنیم و چطور این داده‌ها به ما کمک می‌کنن تا انتخاب‌های بهتری برای سیستم هامون داشته باشیم. بریم که وارد نرم افزار بشیم. با وارد شدن به نرم افزار بیتسر و صفحه اصلی اون، دسته‌بندی محصولات مختلف بیتسر رو پیش روی خودمون می‌بینیم و با کلیک کردن بر هر کدوم از اونها میتونیم وارد بخش انتخاب محصول مورد نظر بشیم و کمپرسور، اواپراتور، کندنسور یا یونیت‌های مورد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم. ولی اون چیزی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم آخرین بخش صفحه اصلی یا رفریجرنت ریپورت هست که اطلاعات خیلی مفیدی در مورد مبردها رو در اختیار ما میذاره. با کلیک کردن روی این لینک به صفحه‌ای هدایت میشیم که تمام اطلاعات فنی و داکیومنت‌های بیتسر در مورد مبردها در اون قرار گرفته که با مطالعه اون و یا جستجوی اطلاعات مورد نیاز به راحتی میتونیم به اون دسترسی داشته باشیم. در سمت چپ تصویر فهرست مطالب این داکیومنت بیتسر رو ملاحظه می‌فرمایید که از اینی که یک مبرد اصلا چی هست، در هر ورژن از این گزارش چه مطالبی آورده شده. برای انتخاب مبرد به اطلاعات ترمودینامیکی، اطلاعاتی در مورد فشار، اطلاعاتی در مورد متریال و غیره نیاز دارین. و بخش مهم این داکیومنت جدولی هستش که در مورد هر مبرد به ما میده که توضیحش توی این صفحه اومده، اطلاعاتی از قبیل حالا به اختصار ترکیب شیمیاییش، گروه اون مبرد، اجزای تشکیل دهندش، این که میتونیم جایگزین کدوم مبرد بکنیم، حد اکثر و حداقل دمای محدوده کاربرد اون مبرد، روغن پیشنهادی، روغن جایگزین، روغن‌هایی با محدودیت‌های خاص، نقطه جوش نرمال، دمای گلاید، دمای بحرانی، ODP یا پتانسیل تخریب لایه اوزون، GWP یا پتانسیل گرمایش کره زمین. بخوایم باز گذر بکنیم و مثلا سیفتی کلاس یا همون کلاس امنیتی یا کلاس ایمنی مبرد رو میتونیم توی این جدول داشته باشیم. اگه به بخش سپرت تیبلز بریم و انتخاب بکنیم مبردی رو که راجبش این اطلاعات رو میخوایم، تمام این اطلاعاتی که حالا به اختصار بعضیاشون رو خوندیم توی این جدول آورده شده و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. خیلی اطلاعات دیگه هم توی این داکیومنت وجود داره، مثل اینه که مبردهای جدیدی که وجود دارن چی هستن، که مطالعه این داکیومنت میتونه به ما کمک بکنه که دید خیلی خوبی نسبت به مبردها داشته باشیم و در طراحی سیستم هامون بتونیم از اون استفاده بکنیم. نکته دیگه ای که باید به اون اشاره بکنم اینه که خب حجم این دیتا بسیار زیاده و شاید پیدا کردن اون اطلاعات مورد نظر ما میونه این همه نوشته خیلی سخت باشه. به خاطر همین بیتسر در گوشه سمت راست بالای تصویر گزینه سرچ رو آورده که هر موردی رو که شما مد نظرتون دارید میتونید اینجا یاد بنویسید و جستجو بکنید. به طور مثال من میخوام در مورد گاز R22 اطلاعات به دست بیارم، جستجو میکنم و توی لیست جایی که R22 نوشته شده برای من پیدا میکنه. با گزینه خود R22 رو وقتی انتخاب بکنم به جدول مبرد R22 دسترسی پیدا میکنم و همه اون اطلاعاتی که مورد نظرم بود رو میتونم اینجا داشته باشم. توی این بخش یاد گرفتیم که چطور از رفریجرنت ریپورت برای بررسی مبردها استفاده بکنیم. راه دستیابی به اطلاعات مختلف از قبیل اطلاعات شیمیایی، ترمودینامیکی، کاربردی، زیست محیطی و حتی نمودارهای فشار و دما که میتونن به انتخاب صحیح مبرد کمک کنن رو دیدیم. حالا که این اطلاعات رو یاد گرفتیم، توی قسمت بعد میریم سراغ انتخاب کمپرسور بر اساس این داده ها.
اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و با همکاراتون به اشتراک بذارید. نظرات و سوالاتتون رو توی کامنت ها بگید و منتظر قسمت بعدی باشید. خدا نگهدار.